پیسارو با 180 سرباز، چند اسب و چند اراده توپ به امپراتوری اینکا یا پرو برگشت. اولین ایستگاه اونا همون شهر تومز بود که تو سفر اول از اون دیدن کرده بود و حالا بعد از چند ماه سفر دریایی دوباره اونو میدید. توی تومز خبر نوید بخشی رو دریافت کرد. جنگ داخلی امپراتوری اینکا رو تضعیف کرده بود. 2 برادر یعنی آتاهوآلپا و هوآسکار که بعد از مرگ پدرشون امپراتوری رو بین خودشون تقسیم کرده بودن به جون هم افتاده بودن. هوآسکار تو این جنگ شکست خورده بود و اسیر شده بود. آتاهوآلپا هم تو شهر کاخامارکا اقامت کرده بود. اسپانیایی‌ها راهی کاخامارکا شدن و پیسارو یکی از همراهاش رو نزد امپراتور جدید فرستاد تا از اون بخواد با کشورگشایان اسپانیایی دیدار کنه. اسپانیایی‌ها تو میدون بزرگ شهر تجمع کرده بودن که تخت روان پادشاه همراه خدمتکاران و سربازان به گونه‌ای شکوهمند ظاهر شد. پیسارو از کشیشی که همراهش بود خواست برای آتاهوآلپا توضیح بده که اونا چرا به پرو اومدن. آتاهوآلپا که چیز زیادی از نطق کشیش نمیفهمید، سرانجام متوجه شد که اونا با بیشرمی از اون میخوان که به اطاعت یه پادشاه بیگانه گردن بذاره و پرسید که اونا با چه حقی چنین درخواستی رو طرح میکنن. کشیش کتاب مقدسی که در دست داشت و بهش نشون داد و گفت به این حق. آتاهوآلپا کتابو از دستش گرفت، اونو ورق زد و بعد با بی‌تفاوتی به یه گوشه پرت کرد. پیسارو از این رفتار آتاهوآلپا عصبانی شد. کلاه خودش رو بر سرش گذاشت، شمشیرش رو از نیام بیرون کشید و شال گردن سفیدش رو به علامت حمله تکون داد. اسپانیایی‌ها یک گلوله توپ شلیک کردند. سرخپوستا به شکلی دیوانه‌وار پا به فرار گذاشتن. سوار نظام اسپانیایی وارد کارزار شد و قتل عام هولناکی رو آغاز کرد. اسپانیایی‌ها امپراتور رو اسیر کردند و به زندان انداختند. آتاهوآلپا توی زندان چاره‌ای برای آزادی خودش اندیشید. اون که از حرص و ولع اسپانیایی‌ها به طلا آگاهی داشت، به پیسارو پیشنهاد کرد در برابر آزادیش میتونه اتاقی که تو اون زندان بود و پر از طلا کنه. این اتاق 7 متر طول و 5 متر عرض داشت. پیسارو پیشنهادو پذیرفت. آتاهوآلپا پیک‌هایی رو به بخش‌های مختلف کشورش فرستاد تا از مردم بخوان برای آزادی پادشاهشون هر چقدر که میتونن طلا جمع‌آوری کنن. چیزی نگذشت که گروه‌های بزرگی از سرخپوستا با ذخایر طلای خودشون به طرف شهر کاخامارکا سرازیر شدن. سلولی که آتاهوآلپا تو اون زندانی بود از این طلاها لبریز شد. پیسارو نمیتونست شادی خودش رو از دیدن این صحنه پنهون کنه. آتاهوآلپا ازش خواست که حالا به عهد خودش وفا و اونو آزاد کنه. پیسارو چنین قصدی نداشت. اسپانیایی‌ها امپراتور اینکا رو به اتهام قتل برادر، پرستش خدایان دروغین و توطئه بر ضد اسپانیایی‌ها به اعدام محکوم کردند. اون باید روی تلی از هیزم سوزونده میشد، اما به اون گفته شد که اگر دین مسیحیت رو بپذیره به جای سوزونده شدن خفه میشه. آتاهوآلپا اولش از پذیرفتن مسیحیت سر باز زد، اما همین که اونو روی تل هیزم قرار دادن جرأتش رو از دست داد و گفت که حاضر مسیحی بشه. آتاهوآلپا رو غسل تعمید دادن و بعدش با یه سیم فلزی در حالی که کشیش براش دعا میخوند خفش کردن. پیسارو بعد از قتل امپراتور عازم فتح شیلی شد. بعد به پرو برگشت و شهر لیما رو پایه‌گذاری کرد که امروز هم پایتخت این کشوره. توی لیما گروهی از جویندگان طلا به خونش ریختن و گلوی فاتح بزرگ و بریدن و به زندگی پرماجرای اون پایان دادن. بعد از فتوحات پیسارو، اسپانیایی‌ها فقط آرژانتین و پاراگوئه رو فتح کردند که از اون به بعد به بهره برداری از منابع و معادن کشورهای تسخیر شده پرداختند. گسترش کشاورزی تو این سرزمین‌ها باعث شد اروپایی‌ها با محصولاتی مثل ذرت، سیب زمینی، کاکائو و توتون آشنا بشن. شیره قند از خوراکی‌های دلپذیری بود که سرخپوستا پیش از اون مزه اونو نچشیده بودن و ظرفای اونو با اشتیاق و اشتهای فراوون از دست اسپانیایی‌ها می‌گرفتن.
ولی جذابترین سوغات سفیدها واسه سرخپوستا شراب بود. بومیا که تا پیش از ورود سفیدپوستا با مشروبات الکلی آشنا نبودن، با نوشیدن یک کمی از اون به سرعت مست و سرخوش می شدن و واسه نوشیدن یکم بیشتر از اون دنبال سفیدا راه می افتادن. اعتیاد سرخپوستا به الکل باعث شکستن مقاومتشون در برابر سفیدا می شد و بعضی از قبایل اونا انقدر تو نوشیدن این آب عجیب افراط کردن که رو به از هم پاشیدگی و انقراض گذاشتن. ورود سفیدها به بعضی مناطق در حالی که شیشه های شراب و واسه توزیع در بین سرخپوستا در دست داشتن باعث نامگذاری خاص این نواحی شد. مانهاتان، منطقه‌ای که امروز بخشی از نیویورک، این چنین معنی میده: جایی که همه ما مست و سرخوشیم. سفیدا میتونستن معامله های پرسودی با سرخا بکنن. اونا گاهی وقتا در برابر یه شیشه مشروب یه گاری پر از پوست از سرخپوستا میگرفتن. اسپانیایی‌ها روبرو شدن با بومی‌ها تو اون روزا رو اینجوری توصیف کردن: در یک دست انجیل داشتیم و در دست دیگر یک بطری شراب، تفنگی را هم به پشت انداخته بودیم. جنون طلا که خیلی از اسپانیایی‌ها رو مبتلا کرده بود باعث می‌شد نه تنها سرخپوستا رو غارت کنن، بلکه قبرای مرده‌های اونا رو بشکافن تا اشیای گرون قیمتی رو که همراه اونا دفن شده بود پیدا کنن. ستایش مرده از آیین‌هایی بود که بین خیلی از سرخپوستا رایج بود، اما اونا که اوایل سفیدها رو به نام پسران آسمان و نجات بخش‌هایی که از قعر اقیانوس برای رهایی اونا اومده بودن میشناختن، حالا با شگفتی میدیدن که این رنگ پریده ها حتی به اجساد مردگان اونا هم رحم نمی‌کنن و به چیزی جز طلا فکر نمی‌کنن. سرخپوست‌ها برای جستجوی زمین و سینه کوه‌ها در پی طلا به بردگی کشیده می‌شدن، ولی گاهی وقتا مرگ رو به اسارت به دست اسپانیایی‌ها ترجیح میدادن و دیده میشد توی قبیله زنان، مردان و کودکان به خودکشی جمعی دست میزدن. گاهی هم مشاهده میشد که یک قبیله سرخپوست پیروزی کوچیکی در برابر سفیدا به دست می‌آورد. تو این وضع برای انتقامگیری از اسپانیایی‌ها و طعنه زدن به حرص و ولع اونا به طلای مذاب رو به حلق اسیرا می‌ریختن. تب طلا باعث شد که اسپانیایی‌ها در 1.5 قرن 180,000 کیلو طلا از سرزمین سرخپوستا به اروپا منتقل کنند. بعد از این کشف معادن نقره در پرو، آرژانتین و نقاط دیگه موجب شد که 16 میلیون کیلو نقره به اسپانیا ارسال بشه. اسمایی که اسپانیایی‌ها روی مناطق تازه کشف شده میذاشتن مثل پرتغالیایی که قبل از این ساحل عاج و ساحل طلا رو یافته بودن، نشون از نیت اصلی اونا تو فتح این سرزمینا داشت. آرژانتین یعنی سرزمین نقره، کاستاریکا یعنی ساحل غنی و پورتوریکو ساحل نیرومند. موفقیت‌های اسپانیا و پرتغال تو اون طرف دریاها باعث شد بقیه کشورهای اروپایی هم به فکر پیدا کردن و فتح سرزمین‌های جدید بیفتن. هلند، فرانسه و انگلستان هم کشتی‌های خودشونو به سمت اقیانوس‌ها فرستادن. ورود این کشورها یه فصل تازه در تاریخ استعمار آغاز کرد. فصلی که اونو به نام رقابت‌های استعماری